بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. در عبادات قلبی ما و شما چند موضوع را خواندیم. اول التوحید فی النیه، توحید در نیت بود. دوم قسمش توحید در اخلاص. سومش توحید در صدق. چهارمش توحید در محبت. پنجمش توحید در خوف. ششمش توحید در خشوع. هفتمش توحید در خشیت و هشتمش توحید در رهبت است. رهبت در لغت و اصطلاح، رهبت در لغت به معنای خوف، دقت و خفت می باشه و ترهب باز به معنای ترساندن است. یعنی خود رهبت به معنای ترس است، خوف است، و ترهب که است و یا استرهاب که است باز به معنای ترساندن میاد. در آیت شریف است که واسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم، یعنی اونا را ترسان و آورد سحر بسیار بزرگ، یعنی همی ساحرای فرعون. در سوره اعراف آیت 116. اینجا استرهبوهم به معنای چی است؟ به معنای ترساندن است. کنار از چی ترسان؟ از همون سحر که جادویی که داشت. و در اصطلاح علما میگن که فهی خوف مقرون بعمل. میگن خود رهبت چی است؟ خوف است که به همراه از او عمل باشه. یعنی وقتی انسان رهبت داشته باشه از یک چیزی که میترسه، در پالوی از یک عمل میکنه. مثلا وقتی انسان از الله میترسه، عمود ترسش منجر میشه به چی؟ منجر میشه به عمل که ای اعمال صالحه بکنه. خب رهبت چند قسم است؟ رهبت که از 3 بخش داره. اولش رهبت و ترس از الله هست. دومش رهبت و ترس از مخلوقات است. و بخش سومش ترساندن یا ارهاب است. در بخش اول که رهبت و ترس از الله هست، ای باز 3 قسم می باشه. یک قسمش رهبت توحیدی هست. دومش رهبت بدعتی و شرکی هست. و قسم سومش رهبت عملی مشروع هست. یکی رهبت توحیدی است که به عقیده تعلق داره. دوم رهبت است که ضد توحیدی است که او بدعتی است، زیادتری را انسان‌های مشرک میکنن. و قسم سومش رهبت عملی مشروع اسلامی هست. رهبت اعتقادی توحیدی قسم اولش، او رهبت است که انسان از امور مکروه و زشت انسان فرار میده. پس کسی که رهبت داره، از الله میترسه، ای از کارهای زشت، امی رهبت قلبی ایره از کارهای زشت مانع میشه. و من رهب من عذاب الله امنه الله. کسی که از عذاب الله بترسه، الله را امنیت و آرامش میده. یعنی قلب انسان از الله بترسه، برای انسان چی پیدا میشه؟ امنیت و آرامش پیدا میشه. و من خشع قلبه و جوارحه لله عاش حمیدا عزیزا فی الحیات. کسی که قلبش خشوع داشته باشه، اینجا الله متعال برای چی نصیب میکنه؟ زندگی که بسیار خوب و با عزت و هیچ وقتی تسلیم مخلوق نمیشه. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه میگه و اما الرهبة فهی الامعان فی الحرب من المکروه. میگه رهبت چی است؟ که بسیار قوی از مکروهات و از چیزایی که زشت است تو فرار کنی. و هی ضد الرغبه، باز یکی از عبادات قلبی رغبت است. او چی است؟ و هی سفر القلب فی طلب المرغوب فیه. رغبتی است که قلب تو به طرف او چیزی که دوست داری سفر میکنه. ضد از رهبت است، از او چیزی که ناخوشایند است قلب تو فرار میکنه. وقتی که قلب انسان فرار کرد، باز اعضای بدن هم که هست تحت تاثیر قلب است، چرا قلب حاکم است و اعضای بدن که است ای اسکرایش است.
وقتی که قلب جور شد اعضای بدن خود به خود جور میشن. الله متعال در سوره بقره آیت 40 قاری صاحب بخونه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. یا بنی اسرائیل، الله متعال میگه ای فرزندان یعقوب علیه السلام، با وجود از اینکه بنی اسرائیل بسیار جنایت و خرابی میکردن، الله متعال اینا را یاد میته برشان، میگه ای بنی اسرائیل، ای فرزندای پیغمبر. اکثرا در جوامعی که هست با گذشت زمان فرزندای پیغمبر در طول تاریخ زیاد گمراه شده، بنام از اینکه مردمی را زیاد احترام کرده، زیاد عزت کرده که تو اولاد پیغمبر هستی، از خانواده پیغمبر هستی. اونهایش که با تقوا بودن خود تقوا کردن، لکن اکثرا بنام از اینکه ما پیغمبر زاده هستیم و ما رتبه ما از اینا کده بلندتر است، بازی ها منحرف شدن. الله متعال برای بنی اسرائیل میگه که ای اولادای اسرائیل، اسرائیل نام یعقوب علیه السلام بود، ای فرزندان یعقوب علیه السلام، ای فرزندان پیغمبر، شما خو اولاده پیغمبر هستین، شما خو نسبت به دیگرها از دینداری زیاد گپ میزنین، شما چرا منحرف میشین؟ یعنی به مو اندازه که الله یک انسان عزت میته، اگر اونمو انسان با عزت باز گمراهی میکنه، بازور الله از دیگه کده زیادتر ذلیل میسازه. بنی اسرائیل برشان پیغمبر آره، مثلا یعقوب علیه السلام پیغمبر، پدر یعقوب علیه السلام اسحاق علیه السلام پیغمبر، پدر اسحاق علیه السلام ابراهیم علیه السلام پیغمبر، بچه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام پیغمبر. 12 اسباطی که هست اینا کلشان چی بودن؟ پیغمبرها بودن. اینا یک کسی که به این اندازه خانوادی و نسب خوب داشته باشه، ای باید دیگرها را به طرف دین الله تشویق بکنه، دیگرها را دعوت بکنه. اما یا به عوض از این که به دین الله دیگرها را دعوت بکنن، اینا خودشان چی را شروع کردن؟ چالبازی را شروع کردن که چه قسم پیسای جیب مردم بکنیم، چه قسم از دیگرها بخوریم، چه قسم حتی مخلوقات خو فریب دادن، حتی فریبکاری را که الله شروع کردن. الله برشان گفت که یک وقتی یاد یک منطقه بدن، منطقه بحریز دیگه، یا تجارت مایا را میکنن. الله برشان گفت همین روز شنبه از جانب الله سر شما منع است، نکنین. طول هفته 6 روز برین ماهی بگیرین، اما یک روز من حیث امتحان. الله متعال که از خو انسان به خیر و شر امتحان میکنه. دیقان در دیقانیش امتحان میکنه، تجارت در تجارتش امتحان میکنه، عالم در علمش امتحان میکنه، دکاندار در دکانش امتحان میکنه، جوان در جوانیش امتحان میکنه، خوشقواره در قواریش امتحان میکنه. متوجه هستین؟ غریب در غریبیش امتحان میکنه. در هر لحظه انسان متوجه باشه که من تحت امتحان هستم. آل ازیا الله متعال برشان یک امتحان گذاشت که شما که اولادای پیغمبر هستین و خود دیندار میگین، یا چی که روز شنبه ماهی نگیرین خلاص. یا رفتن دمو هم چال جور کردن. چه قسم چال جور کردن؟ گفتن که 4 طرف از زیر جالا را میپرتیم روز جمعه شامش، روز شنبه این مایا که آمدن در جالا بند میمانن، بازی را تا دیگر نمیگیریم. باز روز یک شنبه شد، بازم یه حق شنبه خدا این مایا را میگیریم. یعنی این قسم مردو بر خود چی جور کردن؟ چال و حیله جور کردن. مثل حال یک نفر مثلا به یک نفر 10 لک روپیه میته، باز خانی از رو میگیره، باز میگه ای خدا سود میشه، باز خرس 1000 روپیه و خانش کراش 20000 است، 1000 برش میته. چی جور میکنه؟ چال جور میکنه. این حال انسان مسلمان در مسائل دین الله باید چال و فریب نکنه، الله تباهش میکنه. اینمی بنی اسرائیل که اولادای پیغمبرها بودن، باز الله متعال که سرشان غضب آورد، گفت کونوا قردة خاسئین، شما چی شوین؟
شادی های ذلیل شوین که 3 روز مگه زنده بودن، یکی زندگی خود سل میکرد، 3 روز بعد کل از اینا مردار شدن رفتن. چرا؟ که الله فریبکاری میکردن. الله متعال به خاطر ازی که اینا امو خوبی خدا به یاد بیارن با لفظ خوب برشان میگن. ای بنی اسرائیل، ای اولادای یعقوب علیه السلام، ای اولادای پیغمبر، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، شما یاد کنین نعمتی که من برای شما دادم، شما را عزتی، کرامتی، برتریتی، خوبی را برای شما دادم. و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم، شما به عهد ما وفا کنین. عهدشان چی بود؟ عهد این بود که لا اله الا الله، لا اله الا الله، موسی کلیم الله. عهدشانی بود که یا الله به غیر از ذات تو به کس دیگه عبادت نمیکنیم. عهد دومی بود که یا الله به غیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را اطاعت نمیکنیم. یا الله می عبادت اطاعت خود تو را به طریقه پیغمبرت میکنیم. این تعهد کل مسلمان ها میکنن، یا ما می تعهد داشتن، ما و شما هم داریم. اینا بسیاری کسا را سعی کنی از یک طرف ادعا میکنه که من پیغمبر زاده هستم، من مسلمان هستم، باز دیگر طرف اینمی انسان دیندار که بسیار از خانواده خود بحث میکنه، بازی را سعی کنی که طرفدار سخت قانون امریکاست، قانون روس است، در حالی که در کلمه خود تعهد کرده که به غیر از شریعت الله قانون کسی دیگه را اطاعت نمیکنه. یا الله به غیر از ذات تو به کسی دیگه عبادت نمیکنم. قرار سر چوکی شیشته و مردم میاد از زیر پای ازی یکی سجده میکنه برش، یکی رکوع میکنه برش و این نمیگه برشان که نکنین، این خو عبادت خو کار الله هست، مزه میتیش. قطار مردم شیشته دیگه میرم تا آمده میره یک تعداد جاهلا را بازی میتنه. الله میگه و اوفوا بعهدی اوفی بعهدکم، شما به عهدی که به همراه ما کردین، تعهد کردین، به این وفادار باشین. به غیر از ذات ما به کسی دیگه عبادت نکنین، به غیر از شریعت ما قانون کسی دیگه را اطاعت نکنین و به غیر از طریقه پیغمبر ما طریقه و روش دیگه را در زندگیتان عملی نکنین. شما رفتین چیزی که از دلتان میشه، قانون هم خودتان میسازین، رو روش هم برای زندگیتان خودتان جور کردین. پس اینجا هست و ایای فرهبون، الله متعال میگه خاص از ما بترسین. چه قسم ترس داشته باشین؟ گفتیم رهبت چه قسم ترس است؟ ترسی که منجر به اطاعت میشه، به عمل میشه. و ایای فرهبون و فقط 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 ای خاص از ما. اینجا سعی کنین ایای که است، این ضمیر چی است؟ مفرد است. ضمیر چی است؟ مفرد. اینجا جای چی است؟ جای توحید است. و ایای و خاص از من فرهبون. این نون زیر چرا داره؟ این به خاطر که اصلا اونجا یک یا است. فرهبو نی. سعی که اینجا هم الله میگه، یعنی 2 دفعه تکرار کرده که همین ترسی که مربوط به عبادت قلبی میشه، رهبتی که عبادت قلبی است، این باید خاص برای کی باشه؟ برای الله باشه. اینجا الله متعال 2 دفعه تکرار و ایای و فقط از من. متوجه هستین؟ فرهبو باز میگن نی. و علمای نحو میگن که کسایی که نحو صرف میخوان که اینجا کسره به خاطر از این است که یا ازی چی شده؟ حذف شده. این برای دلالت میکنن. قسم دوم رهبت بدعی و حرام است. اولش توحیدی بود که خاص برای الله میشه و امو ترس و رهبتی که از الله داری تو را منجر به چی میکنه که تو اوامر الله را، کارهای معروف ها میکنی و از نواهی و بدی ها و زشتی ها خود حفظ میکنی. قسم دومشی است رهبت بدعتی است، بدعی و حرام. این کدام رهبت است؟ این هم مربوط ترس الله میشه، لکن از الله میترسه یک است، لکن امو ترسش از الله به شکل مشروع نیست، از خود بدعت جور کرده. او چی قسم است؟ ترس از الله هست، لکن ترس اصلی اللهی است که انسان از مکروهات و زشتی ها دوری بکنه. بعضی کسا دمی ترس افراط میکنن، حتی از چیزای حلال، چی میکنن؟ دوری میکنن.
باز اینجا رهبت به رهبانیت مبدل میشه. به چی تبدیل میشه؟ به رهبانیت تبدیل میشه. او رهبانیت چی بود؟ که یک تعداد از اینا خیستن گفتن که ما چی میکنیم؟ گفتن ما صاحب ما رهبت داریم. در حقیقت این رهبت نیست. این چی است؟ رهبانیت است. چه قسم رهبانیت کردن؟ خوراک های لذیذه گفت نمیخوریم، لباس های خوبه نمیپوشیم، میره دادانه چپنای چرک و چتل پیدا میکنه، سر در سر میپوشه، گنده بوی میده. ملنگ. رهبانیت چی معنی؟ یعنی ملنگیزم. خودم ملنگ جور میکنه. خوراک خوبش نمیخورم، غذای خوبش نمیخورم، ازدواج حلال هم نمیکنم. الله میگه ازدواج که واده که بچیان راوړه. این میگه نه 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 دا کارونه زه نکوم، زه فقط بیا د ورځې ملنګي د شپې له طرفه پلنګي. الله متعال در قرآن عظیم شان این مردمایی که بدعتکار هستن چی میگن؟ دین که است اعتدال است. اسلام چی است؟ اعتدال است. وقتی تو یک لباس خوبش میپوشی الله متعال خوش داره که آثار نعمت خود در وجود تو بینه، تو بسیار زیبا معلوم شوی. اگر نداشتی مثل ما رفتی کتی یک ارزان بای خریدی خیر صدقه سرت، اما اگر داشتی پوشیدی چی مشکل داره؟ اگر الله برات پیسه داد موتر خوبش داشتی چی مشکل داره؟ حق یتیم مسکین فقیر هم در نظر میگیری، لکن موتر خوبش هم داری، خانه خوبش هم برای خود داری، از پیسه حلال پیدا میکنی. یا گفتن نه ما این چیزایی که الله حلال کرده اینه میره نمیکنیم. این برادر گفت این رهبت نیستی. چی است؟ رهبانیت است. قاری صاحب بخونه سوره حدید آیت 27. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ببین الله متعال بیان میکنه کل قرآن در عقیده هست. میخوای عقیده درست و صحیح داشته باشیم و مثل مردمای دیگه که منحرف شده ما منحرف نشیم. الله متعال در آیت قبلی چی میگه؟ میگه ولقد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم. یقینا الله متعال میگه که ما با قدرت و عظمت و بزرگی و جلال خود که رب العالمین است الله متعال میگه فرستادیم کی را؟ نوح علیه السلام به پیغمبری و ابراهیم علیه السلام به پیغمبری و جعلنا فی ذریتهم النبوه. در خانواده از اینا قرار دادیم نبوت، از اولادایشان هم پیغمبرا چی شدن؟ پیدا شدن. والکتاب و امی قسم که ما پیغمبرا را فرستادیم به خاطر که ای بشریت ای انسان الله ذات رحمان رحیم است، به خاطر رحمت به مخلوقات خود هم پیغمبرا را فرستادیم و هم کتاب ها را فرستادیم. فمنهم مهتدن. بعضی از این مردم ها هدایت شدن، نیکوکار بودن، رهیاب بودن که خلقو و کثیر منهم فاسقون. لکن اکثریت از اینا چی بودن؟ فاسق بودن. یعنی می که بسیاری وقتا میگن که اکثریت بسیار مهم است. نه، الله میگه اکثریت فاسق است. متوجه هستین؟ و کثیر منهم فاسقون. ثم قفینا. باز الله متعال میگه باز فرستادیم علی آثارهم، بعد از این پیغمبرا به رسولنا پیغمبرای دیگیره. و قفینا بعیسی ابن مریم. باز ما فرستادیم عیسی را که بچه کی است؟ مریم است. چندین جای در قرآن هر جایی که ببینی از دیگه پیغمبرا را نام پدر و مادرش ذکر نمیکنه. از عیسی علیه السلام چرا ذکر میکنه؟ که اونا میگه این بچه خداست. الله میگه عیسی ابن مریم بچه مریم است، نیست بچه خدا. فهمیدین یعنی؟ عیسی ابن مریم ما روان کردیم که او هم زندگیش یا پیدا شدنش معجزه بود، لکن مخلوق بود. و اتیناه الانجیل. به عیسی علیه السلام ما به قدرت و عظمت و بزرگی و جلال خود بر از انجیل دادیم. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه.
و در قلب‌های کسانی که متابعت از عیسی علیه السلام میکردن دو چیز ما ایجاد کردیم: رأفت، نرمش، و رحمت و مهربانی. که تو وقتی که پیروی از عیسی علیه السلام میکنی بسیار آدم خوب باشی، با اخلاق باشی، با شرف باشی، با عزت باشی، به کس ضرر نرسانی. اینجا توقف است، وقف مطلق است. آل شروع میشه میگه و رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم. اینا یک رهبانیت که اینجا گپ سر از اینجاست. الله متعال میگه که ما خبرشان دو چیز دادیم. چی بود؟ رأفت و رحمت، نرمی و مهربانی. یا چی کردن؟ یا خیستن یک چیز دیگه از خود بدعت جور کردن. این بدعت اعتقادی میگن. بدعت چند قسم است. بعضش بدعت در عبادات میشه، بعضی اوقات بدعت در چی میشه؟ در اعتقادات. یا خیستن یک بدعت جور کردن که الله برشان نگفته بود. الله میگه و رهبانیتا ابتدعوها، و رهبانیتی که اینا ایره بدعت کردن. ابتدعوها چی معنی؟ ایجاد کردن، نوآوری کردن، در دین داخل کردن. دیده در دین چیزی به نام ملنگ نیست، به نام ترک دنیا نیست. در دین تو در هر نمازت میخوانی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یا الله هم حسنات دنیا رو برم بده، هم حسنات آخرت برم بده. یا چی کردن که نه ما حسنات دنیا رو ترک میکنیم، ازدواج نمیکنیم، لباس خوبش نمیپوشیم، غذای خوبش نمیخوریم. یک جای ما رفتیم یک کسا چرا سیب نمیخوری؟ نه والا من نمیخورم، میخوایم که قلبم خوشین باشه. خب مفتمو برادر، نعمت الله را بخو که قدرت الله را بفهمی. اما خالقی که بر ما شما قرآن نازل کرده، پیغمبر نازل کرده، اما خالق درختای سیب خلق کرده که بندایم بخوره. نعمت الله را بخو و شکرش بکن. حرام نخور، ناروا نخور، اما اگر حلال پیدا شد بخون. الله متعال میگه و رهبانیت ابتدعوها، و ای رهبانیت و ای ملنگی و ای گوشه نشینی و ای ترک دنیا، فهمیدی؟ اینا بدعت کردن. بدعت یعنی ضد سنت پیغمبر. اینا از اهل سنت برآمدن، اهل بدعت شدن. اهل سنت کسی است که از روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم متابعت میکنه. و بدعتکار کسی است که خود از پیغمبر کرده بلندتر رتبه میته، کارایی میکنه که او را رسول الله صلی الله علیه و سلم نکرده. پیغمبر از اینایی کارا نکرده بود. یا خیستن ایره بدعت کردن. الله متعال میگه که ما کتبناها علیهم، ما ایره فرض نکرده بودیم بالای از اینا، الا ابتغاء رضوان الله، مگر آنها خودشان چنین کردن. خودشان چرا این کارا کردن؟ الله میگه ما سرشان فرض نکردیم. اینا خودشان این کارا کردن. به چی هدف؟ گفتن ما ایره میکنیم به خاطر که رضوان الله، رضایت الله را حاصل بکنیم. الله ذات حکیم است. ذات حکیم وقتی شریعت را میسازه، ظرفیت مخلوق خود درک میکنه که این مخلوق ما چقدر توانایی داره. میفهمه که اینی مخلوق ما است. در شریعت اسلام میگه ازدواج کنین. خب یک کسی میگه مثلا من با یک ازدواج کفایت نمیکنه، میگه 2 بار ازدواج کن. خانم دومی بگی، دوم کفایت نمیکنه، سومی بگی، چهارمی بگی. اما یک تعداد چی میکنن؟ یک تعداد میگه نیست ما بیخی هیچ ازدواج نمیکنیم. انال اینی انسانه که خدا بسیار با تقوا قرار میده، چون در وجود از این غرایز جنسی هست، در ظاهر بر مردم میگه ما با تقوا هستم و میره نمیخورم. بازمو کلیساهایی که یک تعداد پسرها و دخترای به نام فادر و مادر در این غرب در کلیسا هستن، ورا که بگی ازدواج کن، نه میگه ما ازدواج نمیکنیم. چی میکنین؟ نه ما نفس خدا شکستاندیم. بعد از زیرخانه کلیسا طفلای خرد پیدا میشه که او را کشتن، گردنش کندن. 40 تا در کلیسا اعلان شد که در کلیسای فلانی منطقه امسال در زیرخانه چی کردن؟ چرا غرایز جنسی خودم حفظ کردن نمیتونه. اسلام نه افراط میکنه مثل بعضی کسایی که بیخی میگه تمام روز بگو 200 دانه و 100 دانه گرفرند داشته باش، نه این قسم میکنه.
و نه این قسم اسلام میکنه که بیخی را بند کنه، بلکه اسلام میگه چی است؟ ازدواج بکنین مثنا و ثلاثه و رباع، 2 خانم بگیرین، 3 خانم بگیرین، 4 تا خانم بگیرین، به طریقی بگیرین که حق از اونا. فإن خفتم الا تعدلوا، اگر ترسیدی که عدالت کردن نمیتونم، خودت بیچاره است، کچالو خورده وضعیتت خراب است، خانم دومی رو چی میکنی؟ خدا شرمنده خودته. او بیچاره رو چرا باز خانم دومی؟ خانم اولیت از است به تکلیف است، یا وضعیت جسمانی و فیزیکی هم خوب نیست. پس وقتی که فین خفتم الا تعدلوا، عدالت کردن نمیتونین، لباس خوب برش خریدن نمیتونی برای 2 خانمت، خانه خوبش برای 2 گرفتن نمیتونی، خانه جدایی برای هر کدامش، لباس خاص برای هر کدامش گرفتن نمیتونی، غذای خوبش برای کلش گرفتن نمیتونی، و همچنان از نگاه فیزیکی توانایی عدالت نداری. فواحدتا، یک خانم بگی خلاص، هم یک دانه رو بگی، حداقل که امرای ازمو زندگیت نرمال تیر بکن که حداقل به گناه و گپا مبتلا نشی. یک تعدادش میگن ما صاحب افراط میکنیم، هر قدر که دلم شد میگیریم، و یک تعداد دیگهش ما ازدواج نمیکنیم. وقتی که ازدواج نکرد، غرایز خدا کنترل کردن نمیتونه، از این خاطر چی میشه؟ بالاخره دروغ میگه. بسیاری کسا، من یک کس شیشته بودم از دوستایم بود که من دوستی کرد، چطور رسی خوب است، برای من خسا کرد که والا من نفس ما 13 سال میشه که نفس ما شکستانده. من خوشحال شدم، گفتم حالا این نفس خدا که شکستانده، دغوری نان که تازه شش مفتم، البته دیگه خود نفس خدا شکستانده گوشت نمیخورن، امیاقای گوشت از زیر ما بخورم. یک وقت سوال میکنم که از ما که صاحب نیم غوری رو این طرف، آخر من برش گفتم ببخشید برادر، همین خط استوار مراد بکو. خب این می غوری هم کس در وسط یک خط استوا داره. ما گفتم حالا ما میخوایم خیلی نفس خدا قسمی بشکنانم، این که تو در 2 دقیقه نیم غوری نان میخوری چی است؟ بعضی کساس دروغ میگه، غرایز جنسی، غرایز نفسی، خوراکی و پای خدا کنترل کردن نمیتونه. متوجه هستن؟ اسلام دین وسطیت است، میگه بخو بنوش کلو و اشربو ولا تسرفوا، اسراف نکنین، ازدواج بکنین، لباس خوبش بپوشین، در سر لباستان افتخار نکنین. متوجه هستین؟ غسل باید بکنی، در یک جمعه مثلا 2 مرتبه 3 مرتبه روز جمعه باید حتما غسل بکنید. مسجد که میری تو نشه که در مسجد میای دفتر مسجد قرمه بوی میتی، غسل بکو، عطر استفاده کو، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. کلش به خاطر چی است؟ به خاطر از این است که انسان دندانت مسواک چرا زیادتر چی میکنه؟ بعضی کسا که سلام علیکی میکنه از میدانش یک قسم گندگی بوی میره. اگه این 5 وقت مسواک بزنه، حداقل 3 وقت مسواک بزنه، 2 وقت مسواک بزنه، روز 1 مرتبه مسواک بکنه یا برس و کریم استفاده بکنه، حداقل دان از این پاک میباشه. کلش چی است؟ وسطیت اسلام است. بعضی کسا افراط میکنه و بعضی کسا تفریط میکنه. افراط کردش هم ناکام میشه، که تفریط میکنه یا هم ناکام میشه. الله متعال میگه و رهبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها. با وجود از اینکه امی خودشان خیستن، امی بدعت ایجاد کردن، باز خودشان امی بدعت رعایت کردن نتانستن. حقش بازن خودشان خیستن دعا کردن که ما این کارا میکنیم نگفتن. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم. الله متعال میگه ما دادیم به او کسایش که مؤمن حقیقی بودن، بدعتکار نبودن، بر ازش اجرش دادیم. و کثیر منهم فاسقون. این کسای دیگهش که بدعت ها را ایجاد کردن، بازی بدعت چون به طریقه پیغمبر که نبود، انسان فاسق جور میکنه، از حلال دوری میکنه، بالاخره باز مبتلا به چی میشه؟ به حرام مبتلا میشه. راهب در نصرانیت چی رو میگه؟ میگه رهبان، راهب و راهبه که میگه، یا کدامشان چی است؟ این کسی است که مثلا میگه عبادات بسیار سخت میکنه، و این چی است؟ الله متعال میگه و ان کثیر من الاحبار والرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. در آیت 34 سوره توبه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان،
ان کثیر من الاحبار و رهبان، بسیاری از علمای درباری، علمای مطلب طلب، علمای شکم پرست در بین یهودیا بودن. فکرتان باشه که بعضی از علما به نام عالمی که شکم پرست است، غمک شکم خودم میخوره، مثل علمای یهود و رهبان و بعضی از این راهب هایی که میگه ما ترک دنیا کردیم و نفس خودش شکستاندیم، اینا باز چی عادت دارن؟ الله متعال میگه چون یا راه الله را ترک کردن، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، بازی مال مردم به چی میخورن؟ به باطل. مال یتیم میخورن. امی روزای 2 روز 3 و شب جمعگی و 40 امیر اکثرا که سیل کنی، هم یک کس که فوت میکنه تفلک های یتیم دارن. بازی رسای پیسی از روز اول مثلا 200 نفر نان میتن، باز روز 2، روز 3، باز شب جمعه 40. یک وقتی که 40 از این خلاص میشه، باز کاکایش میگه، باز برش میگه والا من این پیسه رو مصرف کرده بودم، اما زمینای تا نمیفروشم، و باز زمینکای از تفلکای یتیم میفروشن. باز چی میشه؟ 40 روز مردم مال مردم به چی میخورن؟ به باطل میخورن. متوجه هستین؟ وقتی که بدعت شد، بدعت اینی خرابی ها رو داره. الله متعال میگه ان کثیر من الاحبار و الرهبان، اینه مردمایی که در یهود بودن، علمای یهودی که نفس پرست بودن، و راهبا و عمو پیرا و بزرگا و تارکین دنیا و ای کسایی که گوشنشینی میکردن، یا چی میکردن؟ لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یا مال مردم چی میکنن؟ با باطل میخورن. یا الله همه قدر بس میکنن که مالای مردم با باطل بخورن. میگه نه، یا یک عیب دیگه دارن، خودشان خود تفسیر نمیکنن، خودشان خود حدیث درس نمیتن، خودشان خود مردم دعوت نمیکنن، خودشان خود مردم به حق راهنمایی نمیکنن. اگر علمای دیگه که حقیقی باشه و به دین دعوت بکنه و به عقیده دعوت بکنه، و یصدون عن سبیل الله، بازی چی میکنن؟ مانع سبیل الله میشن. وش کدی درس تفسیر نشینی، وش کدی درس حدیث نشینی، وش کدی درس عقیده را نخوانی، وش کدی فلانی را پیرویش نکنی. این الله متعال میگه یا تنها حرام خور نیستن که به شکم خوری و حرام خوری اکتفا بکنن، بلکه یا ضد دین الله قرار میگیرن. وقتی که سر دین تجارت کرد، حالا خودش فقط کل هدفش چی از تجارت است؟ شکم خود سیر کنه. باز و یصدون عن سبیل الله، باز مانع از راه الله هم میشن. و این واقعیت است. یک کسی که یک کمکی در دین تجارت کرد، منفعت طلبی از دین کرد، دین برای خود دکان جور کرد، خودش خود تیکدار دین جور کرد، باز خودش خود دعوت نمیکنه. خودش حتی قرآن شریف از لفظ یاد نداره. قرآن شریف لفظا غلط میخونه، پشتارش که نماز میخونی غلط نماز میخونه. صحیح بخاری رو خونه میفهمه که چند جلد است. قرآن شریف ترجمه ش خونه میفهمه، پیشش بری ترجمه میگه ترجمه اوه 14 علم برو یاد بگی، باز بیا پیش من ترجمه بخون. فهمی؟ از من یک خوب مشناخته میشندی، از مسجد گریخته بود. میگم چرا از مسجد گریختی؟ میگه والا این محصلین پانتون بسیار خراب مردم هستن. چرا؟ گمش که بسیار خراب مردم هستن، بسیار ترسن. خود چی کردن؟ این من را شلال شدن بخی ترجمه درس بده، ترجمه درس بده. آخر گفتم بچا ترجمه 14 علم کار داره، شما 14 علم برین بکنین، باز ببین ترجمه بخواین. ساکی یک فریب کاری. اگر بر مردم عادی 14 علم خود مفتی خود نمیشه. و میخواد تن ترجمه قرآن یاد بگیره. حالا خود 14 علم خود کسی که مجتهد میشه و باز فتوا میده بر از او هست، درست است، بر از او باید علوم مختلف یاد بگیره. اما یک کس میخواد صرف به خاطر که مسلمان زندگی بکنه، انجینیر از دکتر است. باز میگه هر قدر گفتم شان قناعت نکردن، آخر ما گفتن این سر سبا بخیر شروع میکنم. من مجبور شدم که نماز صبح خواندم، به سر مسری میگرفتم گریختم. اینالی خودش یک علم نخوانده، قرآن شریف ترجمه ش یاد نداره. اینالی چی مشکل پیدا میشه؟ کثیر من الاحبار و رهبان لا یاکلون اموال الناس، مال مردم با باطل میخوره. با هزاران نامت تمام روز نمی مناظرهش جنجالش سر چی است که چه قسم از جیب مردم پیسه بکنه و در جیب خود بانه. و یصدون عن سبیل الله، بازیا مانع دین الله هم میشن. باز راه های دیگه ایوازی که مردم قرآن درس بده، طریقی رسول الله صلی الله علیه و درس بده، این اصلا خیست شیرخوانی رو شروع میکنه. اگر مردم به شیر اسلامی شدن، ولی شاعرها خب پیش از اسلام بود، خیلی چرا پیغمبر آمد؟ خلاص اونم شاعرها کفایت میکرد. الشعراء یتبعهم الغاوون، اکثرا شاعرها کس از اینا کی پیروی میکنن؟ مردم های سرکش.
اکثرا علم تر انهم فی کل واد یهیمون، در هر گپ یا مداخله میکنن. و انهم یقولون ما لا یفعلون، چیزایی میگن که یا فعل نمیکنن. الا الذين آمنوا، یک تعداد بغیر از یک تعداد کم شاعرایی که یا مؤمن هستن، مثل حسان ابن ثابت و کعب ابن رواحه و عبدالله ابن، این چند نفر شاعرای رسول الله هستن و دیگه شاعرای مسلمانی که اون عقیده داشتن. اکثرا شاعرها رو سائل کنی قصه های دروغی و خیالی را میارن که هیچ نه در قرآن عظیم شان ثابت است نه در حدیث رسول الله هستن. اما قصه که صحیح از نگاه اعتقادی ارزیابی کنی، یک 20 توهین به پیغمبر کردن در بسیار قصه هاش. یک شاعر ببینید قصه یوسف علیه السلام این کلان جور کرده، یوسف زلیخا یک وقت بازار فروخته میشه، این کتاب کلان بود یوسف زلیخا. العیاذ بالله از قصه یوسف علیه السلام چی جور کرده؟ قصه لیلا مجنون جور کرده. این کلش تومت از سر پیغمبر الله. یوسف علیه السلام با او زیبایی و با او قواره و با او جوانی خود چی میکرد؟ یک زن پیر زلیخا را که او حتی با او زنا و گپام شهرت داشت، بازو بخیزه عاشق از او شود. این حالا چیز حتی سر پیغمبر ها تومت میکنن. بازو سازندش میخواد که الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشینه. سعی کلش اشعارشان که سیل کنی، بالاخره که اگر لیازش نکنی در کفر داخله. باز میگه که جهل دارم، مرگ زدیش که جهل داره. یاد بگیره قرآن حدیث یاد بگیره، برش 100 دفعه گفتم میری گوش نمیگیره. باز دیگه تمام روز مثلا در موبایلش در جیب کلش موبایل است و کلش آن اینترنت هم داره، بشنوه درس، همین درس بشنوه صادقانه گوش بگیره. باز که برش میگی باز دلیل جور میکنه. نه صاحب او خو از چیز گپ میزنه، او خو گپا را که میزنه غرق است. در چی غرق است؟ او خو بیخی رفته، هیچ چیز نیست. خب یک جای ما رفتیم یک وقت در لیبیا، یک نفر است چاق شیشته خوب مت کټه دیگه. من میگم چی کردم؟ میگی غرق است. در چی غرق است؟ گفت میگیم در عشق رفته دیگه. چطور است؟ من گفتم خب یک وقت ما میمان هستیم دیگه، رفتیم اونجا برای ما 2 دانه خرما آورد، برای یک قاب کلان خرما رو من. وقت من دیگه جوان بودم، در جوانی خود یک ذره شوخم بودم، خیسم رفتم برای گفتم تو خود عشق غرق هستی، تو عاشق هستی. عرب بوده. گفتم من ماشاءالله این تمر گفتم من نحن ناکل. قابکش گرفتم 2 دانه خرمای خود برای ماندم، قابش آوردم ما خوردیم. اینمی غرق شدگی تا آخر سنوات بعد سیل میکرد. غرق چی بود؟ دروغ برای خود شد. باز من کسی رو پرسیدم گفتم چرا توی غرقی چرا زیاد است؟ بازوی بر ما گفت اینجا است که در لیبیا گفت قانون است 2 سال عسکری میبره، کسی که خودت دیوانه پرته بازی رو نمیبره. قرار خود انداخته اون چی باور که من خرمایش خوردم تا آخر سن ما بعد سایل داشت. ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون. الله از این حفظ کنه که باز مردم مانع میشن از دین الله، یصدون عن سبیل الله، از راه الله. والذین، و کسانی که یکنزون الذهب والفضه، و کسای دیگه که کنز میکنن ذخیره میکنن چی را؟ الذهب طلا را، والفضه و نقره را، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و در راه الله او را نفقه نمیکنه. الله متعال میگه فبشرهم بعذاب علیم. ای کسانی که مال مردم به دروغ میخورن و هم کسایی که مانع دین الله میشن و هم کسایی که پیسه‌دار هستن و در راه دین الله مصرف نمیکنن. الله میگه سعی که اینجا بشرهم. بعضی کسا پرسان میکنن میگه که اینجا بشارت خب به کار خوب میه، خوشخبری، این خب به عذاب علیم اینا را بشارت دادن. اینجا میگه این روانشناسی قرآن است. مثل که یک نفر یک رفیق درس نمیخوان، سیز نه بسیار کتا کتا میگردن، باز تو میایی سرش رشخند میزنی، میخوای که روانه نیازاب شو، باز برش میگه او مبارک چانس خوردی، هنوز را زور میده. اینال الله متعال یارو میگه خوب یار ذلیل بساز، روانن خوب ذلیل میشن در روز قیامت که کل مردم میخواد از تا کافر میخیزن. برش میگه که تو خجالت بکش، وی تو هم در دوزخ میری، ما خو کافر بودیم، ما خو ویسکی خوردیم، شراب خوردیم، تو کدی چپن، تو کدی عبا و قبای، تو هم دوزخ میری، تو خود دیندار بودی. بازی بسیار ذلیل میشن. الله حفظ بکنه، الله حفظ بکنه که حتی کافر سرش رشخند میزنه. مبارک باشه تو هم دوزخیستی، اوه مبارک. طرف مردم بسیار دستای تماچ میکردن، طرف مردم چپن تا برکت میگرفت.
پخته چپنت هم میگرفت در دماغ چخ میکرد که خون نره. توی قدر برکتی بودی، تو هم که ما در دوزخ میری. الله متعال میگه فبشرهم، اینا را بشارت بده، خوب توهینشان کو که شما عذاب علیم و دردناک چیز میکنه. قسم سوم رهبت عملی هست. رهبت عملی چی است؟ که ای با احکام شریعت اسلامی موافق باشه. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ میگفت که رهبانیت امت مکه است الجهاد فی سبیل الله است. اگر کس واقعا میگه که ما ملذات دنیا را ویرا خوش ندارم، میخوایم در راه دین الله برم، اون مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که در دستش خرما می بود، شب عروسیش می بود، اونجا عروسش برش آماده هست، این میرفت صف جهاد و اموجا عروسش کل چیز میمان، این به شهادت میرسی. اینی هست رهبانیت یا رهبت حقیقی که از الله میشه. بخش دوم رهبت و ترس از مخلوق است. رهبت و ترس از مخلوق یکی شرکی است، یکی عادی است. شرکی است که یک انسان از مخلوق اما قسم رهبت بکنه مثل که از الله میکنه. و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین. الله متعال میگه که لا تتخذوا، نگیرین الهین اثنین، دو معبود، انما هو اله واحد. الله ذاتی که مستحق عبادت است و اطاعت از شریعتش میشه، او معبود یگانه هست. فایای فرحبون. الله متعال میگه فقط از ما بترسین. در قسمت یهودی ها چی میگه؟ سوره حشر آیت 13 مقاریسه بخونه. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. در قسمت یهودیان میگه و در قسمت منافقین الله متعال چی میگه؟ میگه این یهودیایی که در اونجا بدن لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من الله. الا کس الا ملف ای بر توکید است، میگه مؤکد باشین با بسیار توکید که انتم شما که هستین اشد رهبة، بسیار از شما میترسن. اشد رهبة فی صدورهم، در دلهایشان، یعنی در قلبهایشان این یهودیا از الله کرده، من الله از الله کرده، از شما زیادتر میترسن. چرا؟ اینا از الله نمیترسن، از مخلوق میترسن. ذلک بانهم قوم لا یفقهون، به خاطر از اینکه اینا قومی هستن که اینا فقه و دانش و درایت دینی ندارن. پس این چی هست؟ این رهبت و خوف چی هست؟ حرام و ناروا و شرکی هست. قسم دومش رهبت و ترس طبیعی هست، مثل که انسان طبیعتا از چیزهای مضر میترسن. بخش سوم ارهاب یا ترساندن است. این حال ارهاب یا ترساندن چی را میگن؟ ارهاب این هم دو قسم است. یکی ارهاب و ترساندن مثبت است، مشروع است، و یکی ترساندن غیر مشروع است. ارهاب و ترساندن مثبت و مشروع کدام یکی هست؟ اویی است که مسلمان ها را الله متعال میگه به اندازه توانایی و قدرتتان زیاد بسازین که دشمنای الله از شما بترسن. سوره انفال قریسه بخونن آیت 60. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. در سوره انفال در آیت 60 الله متعال میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، و اعدوا و شما آمادگی بگیرین لهم بر زمین دشمنایتان ما آنچه را که استطعتم شما توان دارین، من قوت از قوت،
قوت اینجا رسول الله صلی الله علیه و چی میگه؟ میگه القوت هی الرمیو. شما آمادگی بگیرین، آمادگی نظامی. باید از نگاه تکنولوژی حالا سعی کنین. مسلمان ها اگر می آیات قرآن عمل میکردن هیچ وقت مسلمان ها ذلیل نمیشدن. در زمانی که در ترکیه خلافت عثمانی ها بود، مسلمان ها بسیار قوی بودن تا زمانی که به این آیت عمل میکردن. داخل که شد از پدرها برشان میراث ماند خلافت، یا چی کردن؟ این عثمانی ها داخل خلیفهشان در اروپا و در امریکا و در غرب مردم در تکنولوژی کار میکنن، یا قرار شیشتن و 4 تا کسایی را پیدا کردن که یا را دعوت میکردن که ترک دنیا. متوجه هستین؟ ما صاحب با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. در اون طرف مردم امکانات داشت، اینجا مسلمان ها زیاد امکانات داشتن، لکن از نگاه فکری بر از اینا همی قسم تبلیغ شد که هیچ چیز نکن، قرار بشینین، قرار در سیاست غرض نگیرین، جوانا را گفت شما هیچ چیز نکنین، قرار باشین همی قسم فقط که نماز خوان. یعنی پیرانای کتک کته اونو پیرانای رقاصگری را برشان خریدن که آلتابال برنامه رقص مولانا که میکنن. اینیا را بگیرین بپوشین، چرخک زده برین، چرخک زده برین و کل استعدادات خود در اینی گپا تیر کردن. دیگر روز وقتی که موضوع جنگ شد دشمنا حمله کردن و سلاح داشتن یا سلاح قوی نداشتن. در پالوی ازی که قوت سلاحی شان چی شد؟ در بین خود اختلافات بود که تو قوم هستی، تو عرب هستی و من ترک هستم، ترک ها مچم تاریخ 7000 ساله داره و شما باید به ضد عربا بخیزین. این جنجالا رو شروع کردن تا بالاخره که بینمی قسم مسلمان ها تکت تکه شدن. از یک طرف یا صهیونستا بزد از یا خیستن، از یک طرف صلیبی ها انگلیس و از یک طرف دیگه خود قوم پرستای داخلی. قوم پرستای داخلی صف داخلی را شکستان داد. صهیونستا از اون طرف و عرصه از اینا سر مسلمان ها حمله کردن، زدن خلافت اسلامی را در ترکیه چی کردن؟ تکت تکه کردن. علتش چی هست؟ اینمی آیت قرآن عمل نکردن. الله متعال چی میگن؟ ای مسلمان ها، امی قسم که نماز میخوانی، امی قسم که روزه میگیری، امی قسم که زکات میدی، امی قسم که حج میری، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید آماده بسازین بر از این دشمنای الله چی را؟ قوت. باید قوت دفاعی بسیار قوی داشته باشی، قوتی که حمله میکنی بسیار قوی داشته باشی. اگر این آیت مسلمان بفهمه، امیال باید از دیگه که مسلمان ها اول اتم جور میکردن، ولی نیست. من گردن خدا قرار جوان بچه است، گردن خدا فقط مرغک ور انت کجا گرفته، انت کج چی گپ است؟ حالا من نماز میخوانم، حالا من ذکر میکنم. عمر رضی الله عنه یک بچه جوان دید که قسمی گردنش کج است، هم تو کتم درد میشانش زد، گفت به شرف، گفت دین ما رو خراب نکن. سم استاد شو، این چی گردن که قسمی کردی؟ تقوا در قلبت است، از الله بترس. حالا اومدی اینجا قرار خودت گردن که کجا کردی، این چی قسم؟ این کارا را نکنین. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل، و اسبهای جهادی را آماده کنید. اینجا چی هست؟ یعنی او وقت وسایل جنگی و بهترین وسیله جنگی ترانسپورتی چی بود؟ اسب بود. آل چی هست؟ آل راکت هست. سیزده؟ آل باید تو طیاره داشته باشی، راکت داشته باشی. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، که با این صلاح و با این آمادگی و با این جوانای با ایمان و با این اقتصاد قوی و با این امکانات قویتون دشمنای الله از شما چی شوه؟ بترسن. ترهبونه، اینی ترسی که از ترساندنه که دشمنای الله را می ترسانی که دشمن الله سون ناموس مسلمان سعی کردن نتانه. اینی ارهاب مشروع هست، جایز است، حکم الله هست. اما تو قوی باش که دشمن الله از تو بترسه حمله نکنه. آلو خواست تو یک دختر خارجی می قرار در چاره ایستاد میشه، اون خلاص راه را بند میپرته 2 ساعت 3 ساعت، آخر که سایل میگیرن در موتر کشیشته یک دختر است، یک دختر است. یا تیاره می بمبارد میکنه کل لگیری ببینید دویده میره، آخر که تا میشه پیلوتش کی است؟ یک دخترک است. وقتی او یک دخترش به این سویه رسیده، تو مرد خدا بیخی به این اندازه است، والا شرم است براتون. الله متعال میگه چیز
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم و مردم دیگه علاوه بر اینا لا تعلمونهم که شما اونا را نمیشناسین. الله یعلمهم، الله اونا را میشناسه. خب اگر در دشمن هم هست کسایی هست که دشمنای مخفی هست، بعضی دشمنها چی هستن؟ آشکارا هستن. در دوستا هم بعضی دوستای آشکار است، بعضی دوستای مخفی است. پس شما آمادگی خدا باید داشته باشین. الله یعلم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم. اگر شما چیز را نفقه میکنین در راه الله برای شما پوره پاداش ازی داده میشه و انتم لا تظلمون و بالای شما ظلم نمیشه. این حال کسی که میگه نیست من رهبانیت نصرانی ها را میکنم، در اسلام رهبانیت هست؟ نیست. رهبانیت اسلام چی است؟ الجهاد فی سبیل الله. این رهبانیت اسلام. ترس الله هست که تو شریعت الله را به شکل کاملش باید تطبیق بکنیم. قسم دومش ارهاب و ترساندن منفی هست. ارهاب و ترساندن منفی چی است؟ که یک نفر ظلم میکنه، قتل به جای میکنه، تجاوز به جای میکنه. ایره هم الله متعال میگه که اولین تروریستای خطرناک کی هستن؟ یهودیا بودن. کی بودن؟ یا هستن. الله متعال معرفیشان میکنه. همین هم که ببینی شیطان پرست یهودیا جور میکنن، صهیونیسم یهودیا جور میکنن، به ضد خلافت اسلامی در اونجا یهودیا کار کردن، برای نابودی بشر امیال هم یهودیا کار میکنن. سوره بقره قاری با آیه 84 را بخونین، اینا باز میشناسن که یهودیا چی صفات داشتن. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله متعال میگه و اذ اخذنا، سیکو بازم اینا را سیکن ای بنی اسرائیل زشتی های از اینا را میگه که مسلمان ها متوجه باشین که شما به این مرض های از اینا مبتلا نشین. و اذ و یاد کنین هنگامی را که اخذنا گرفتیم ما با قدرت و عظمت خود میثاقکم پیمان از شما لا تسفکون دماءکم، شما خون خودتان که در بینتان مؤمن هستین، پیروی از شریعت الله میکنین، دین الله را اطاعت میکنین، خون خود در بین خود برادر کشی نکنین، خود یکی دیگه تان نکشین. وقتی که مسلمان واقعی هست، نواقض ایمان در وجود از اون نیست، مسلمان خوب است، برو چرا میزنی و میکشی؟ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، این مسلمانایی که در بین خودتان از مؤمنین هستن اینا را از خانه هایشان نکشین. اما بنی اسرائیل چی کردن؟ ثم اقررتم، باز شما بنی اسرائیل چی کردین؟ اقرار کردین. و انتم تشهدون، در حالی که شما گواهی و شهادت هم میدادین که ما انشاءالله این کار نمیکنیم. اگر میجنگیم مبارزه میکنیم، در مقابل کافر میکنیم، در مقابل مرتد میکنیم، در مقابل مشرک میکنیم، منافق میکنیم. اما مسلمان واقعی خدا بر ازوش اشداء مثل صحابه و اشداء ولی الکفار رحماء بینهم. ثم انتم، بعد از شما ای یهودیا، ای بنی اسرائیل، ها اولای اتو مردمی هستین که تقتلون انفسکم، که خودتان مردم خودتان هم میکشین، خودتان مسلمانای خودتان هم میکشین، برادر مسلمان دیندارت میکشین. اینمی که از وحشت و دهشت است. مردم از دست شما میترسن. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، بسیاری دیگر خانه های از اینا را چی میکنین؟ خراب میکنین و میکشیشون. مثل که یهودی هم از فلسطینیای بیچاره را، مسلمان ها عاجز مردم هستن، میان خانهشان هم خراب میکنن، خودشان هم بمبارد میکنن و یا از خانهشان میکشن. و تا امی ادامه داره. امی
جنایت یهودیه. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، و یک تعدادش میکشین. خودشان در بین خود امی کارا میکردن و یک تعداد دیگه شان میکشتن، یک تعداد دیگه و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، از خودتان کسایی که مؤمن هستن و از دیارشان خانوادهشان میکشن. تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، و اینا چی میکنن؟ مدد و کمک میکنن. چی؟ بالاسم والعدوان، یکی با دیگه‌تان، یعنی یک ظالم بر ظالم دیگه چی میکنه؟ با ظلم و تجاوز کمک میکنه. و این یاتوکم اسارا تفادوهم، بعضی اوقات اسیر میگرفتن، اختطاف میکردن در بین خود. اما دیندار دیگر چی میکرد؟ اختطاف میکرد. باز از مقابل از اونا چی میگفتن؟ پیسه میگرفتن. اجازه نیست از نگاه شریعت. تو حق نداری که انسان مسلمان دینداری که مسلمان از کلمه میخونه و با تمام احکام شریعت اسلامی برابر است، او را باز میگرفتن، اسیر میگرفتن، اختطاف میکردن، باز مقابل چی میگرفتن؟ پیسه میگرفتن. و هو محرم علیکم اخراجهم، در حالی که خارج کردن از اینا از خانه هایشان، از منزلایشان بالای شما چی بود؟ حرام بود، ناروا بود. الله متعال میگه افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا شما ایمان میارین به بعضی کتاب و تکفرون ببعض، و بعضی دیگهش کافر میشین؟ بعضی کسا هست مثلا بعضی احکام اسلام قبول میکنه، او که باز مخالف خواسته های نفسیش است باز او را قبول نمیکنه. انسان مسلمان باید تمام احکام الله را مراعات بکنه. در هر حکم الله باید ببینه که این میگه شریعت الله چی میگه. این میگه برای من این کار اجازه هست میکنم، این اجازه نیست نمیکنم. حتی یک صحابی در یک معرکه یک کسی را گرفت، کافر بود که جنگ میکرد، او کلمه خواند لکن این گرفت زد کشتش. وقتی که پیش رسول الله آمد، چرا گفت کشتی او را؟ گفت والا از ترس کلمه خواند. گفت تو قلبش پاره کرده بودی که از ترس کلمه خواند. خلاص وقتی که کلمه خواند دیگه تو حق نداشتی که تو را میکشتی. مسلمان از قلب کس خبر نداره، ظاهرش سهلش کن. وقتی که ظاهر یک نفر درست بود. یهودی‌ها چی میکردن؟ افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. او جایی که خوشش میامد، بسیاری کسا میخواستم عادت یهودی‌ها را دارن، جایی که مثلا نماز است آن نماز میخوانم، روزه را میگیرم، اما اگه باز مسائل از این که برش بگه که این رواجتان رواج جاهلیت است، باز اونجا میگه که ما قرآن نمیکنم قبول. دیر خلک تی وسن ورته چې دلته شریعت دسې وای و نه ولا دلته پښتو کوم، دلته شریعت نه کوو پښتو کوو. د پښتو قانون خو د جاهلیت قانون ده. الله وایي چې قصاص ده، دا وینا بد ده. ولی شما میبینید بسیاری جایا الله میگه قصاص شوه، قاتل کشته شوه، یا میگه نه باید بد داده شوه. 3 دانه 2 دانه دختر بیچاره رو میبرد و خانه مقتول میته، تمام عمر و دختر بیچاره، حتی همون دختر بالاخره عزیز که سرش زیاد ظلم شده، ما به چشم خود دیدیم که همون دختر خودکشی کرده. خدا امی کسی که اینمی دختر بر اینمی نفر داد، ایواز شریعت الله فیصله کرده می خان و ملک و 4 نفر که شیشتن به نام جرگمار. امی جرگمار در روز آخرت مسلمان است، این مسلمان است، این کافر میشه، این کافر شده. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اینجا حکم میکنه، الله میگه قصاص کن، میگه نه ما بد میکنیم، بد میگیریم از پیشش. 3 تا باز دخترکای خورده میبرن برای جانب مقتول میته و مقتول دلش سر بیادر از این و بیادرش که بروتی کتا قرار چکر میزنه و این دخترکای بیچاره اونجا پیش از اون میره در خانه از اون، تمام روز خشوعش سرش قال مقال میکنه و خسرش سرش قال مقال میکنه و حقم صدا که خوار قاتله و دیگه میگه صدا که دختر قاتله. او بیچاره تمام روز از نگاه چیز سرش ظلم است و بالاخره همین دخترک سائل کنی که عزیز که ظلم است بالاخره خودکشی خدا میکنه. دیگر از خبر میشه که فلانی کس خودکشی کرده که ریشهش پیدا میکنی چی گپ است؟ ایره دا بد دادن. الله میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. به بعض کتاب که مطابق مزاجت برابر است، به ایمان داری، نماز میخوانی، روزه میگیری، اما وقتی که موضوع بیوه میشه، وقتی که مسئله طلاق میشه، وقتی که مسائل رواج تو مطرح میشه، باز اینجا با آیات الله کافر میشی. اینجا باز میگه ما ایره قبول نداریم، نه ما رواج داریم که سر دختر خود 5 لک بگیریم. الله میگه که کسی که انسان آزاد میفروشه، این در روز قیامت من کتش دشمنش هستم، من دشمن از این هستم. ای خو مهر، باز نام از این مهر میمونه. ای کجا مهر است؟ ای خو تویانه ای حرام است. مهر خوب است که در وقت نکاح بر از دختر تعیین میشه، از طرف داماد تعیین میشه. اگر نقطه داشت برش یک چند پیش نقطه میداد، نداد
باز میگه در آینده برات میتم. ای که تو 5 لک روپیه گرفتی در جیبکت انداختی، باز که از این پیسه حرام حج میری 100 دفعه لبیک بگیر، الله میگه لعنت. انسان آزاد هم میفروشه. خوی دختر خو آزاد است. این پولی که تو میگیری پول حرام است. این حاله چی است؟ الله متعال میگه افتؤمنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض. آیا شما هم مثل یهودیا ور خدا جور کردین؟ چیزی که باز مخالف مزاج تو بود باز دین او قسمتش قبول نداری؟ از الله کده تو خدا با غیرت میسازی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم کده خدا با غیرت میگیری؟ نه ولی غیرت ما این قسم تقاضا میکنه. الله متعال میگه که شما کسایی هستین که بعضی دین قبول دارین بعد دیگهش کافر هستین. فما جزاء ما یفعل ذلک منکم. الله میگه باز خیلی جزای کسایی که قسمی میکنن چی هست؟ فما جزاء، پس چی هست جزای من کسی که یفعل فعل میکنه منکم از شما، یفعل ذلک امی فعل میکنه منکم از شما، که به بعض کتاب نصفش قبول داره نصف دیگهش قبول نداره، احکامی که مطابق مزاجش صورت تطبیق میکنه، او که مخالف رواجش است، مخالف کلتورش است، مخالف عنادش است، اینی رواجهای غلطش است، باز اونجا آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نمیکنه. الله متعال میگه جزای چی است؟ الا خزی. الله میگه دو جزا میتم. چی جزا میتی؟ الله میگه خزی فی الحیات الدنیا، در دنیا این تو ذلیل میسازم، این تو ذلیل میشه که خودش پیش کلگی سرش خم میباشه. و یوم القیامت، تنهای جزای دنیا هم نمیشه، و یوم القیامت، و در روز قیامت، یردون الی اشد العذاب، سختترین عذاب برزی داده میشه که عذاب جهنم است. که تو شریعت الله را نیم قرآن قبول داشتی نیمش قبول نداشتی، مثل که یهودیان نیم تورات قبول داشتن نیمش قبول نداشتن. و ما الله بغافل عما تعملون. او مردم الله بیخبر نیست از آنچه که شما عمل میکنین. الله ذره ذره این حساب میکنه. اولئک الذین، ایونمون مردمای هستن که اشتروا الحیات الدنیا، که اینا خریدن زندگی دنیا را بالآخرت، با فروختن آخرت. این دنیا را خریدن آخرت فروختن. فلا یخفف عنهم العذاب، از اینا عذاب الله تخفیف نمیشه، ولا هم ینصرون، و هم الله بر از اینا نصرت نمیکنه. اینی ارهاب و ترس که یهودیا داشتن، اینی غیر مشروع و ناروا هست که این الله متعال در قرآن عظیم شان ذکر کردن. فواید و منفعت ترس و رهبت مشروع از الله چی است؟ کسی که واقعا از الله اتو بترسه، که او ترس قلبی ازی منجر شود که اعضای بدن ازی هم مطابق شریعت الله کار بکنه. چی منفعت داره؟ فایده اولش چی است؟ که الفوز بالجنه، الله متعال در مقابلش جنت الله را میتیش، و النجات من النار، و ذاتش دوزخ نجات پیدا میکنه. دوم الامن من الفزع الاکبر، از فضای اکبر چی میگه؟ او سختی بزرگی که روز قیامت داره، که یک روزش مقداره 50,000 سنه، او را فضای اکبر میگه، که کلگی در حالت آفتاب به اندازی 1 میل به سر انسان نزدیک است. الله متعال به خاطر اینی ترس رهبت حقیقی از این، با این قلب این الله متعال از این عذاب نجات میده. محبت الله را سوم برش حاصل میکنه، که ای واقعا الله را مشناسه و واقعا به خاطر الله کل کار خدا میسازه. سعادت دنیا و آخرت الله نصیبش میکنه. پنجم قلبش هدایت میکنه، از معصیت ها دورش میکنه. خب بعضی ها شاید سوال کنن فرق بین خوف و رهبت چی هست؟ خوف عام است، شامل همه میشه. یک نفر میترسه لکن عمل نمیکنه. لکن رهبت چی است؟ خوف است که منجر به چی میشه؟ به عمل میشه. بنابراین انسان کسی که رهبت خوب داره راهب حقیقی هست. او چی میکنه؟ او کسی هست که از مکروهات و از چیزهای ناروا خدا حفظ میکنه و کارهای خوب و مشروع را انجام میده. الله متعال قلب ما و شما را قلب با رهبت بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.